هیچ کس از این جهان هیچ شادمانی ندید مگر آن که در پی آن اشک و آه بود و کسی با آسودگی و روحی خوش با این جهان روبرو نشد مگر آن که به او از رنج و سختی روی ناخوش ارزانی داشت. هیچ باران آسایشی در این جهان بر سر کسی نبارید مگر آن که این دنیا از ابر بلا رگباری بر او باراند. باید گفت اگر این دنیا روز یاور کس شود شب دل از او بر میگیرد و اگر یک سوی آن گوارا و شیرین باشد دیگر سوی آن وباخیز است. هیچ کس از نعمت این جهان به چیزی مرغوب نمی رسد مگر آن که رنجی از مصیبت‌های آن گریبانگیرش می گردد و هیچ شب را در پناه امن آن به سر نمی برد مگر آن که صبح به بیم می افتد. فریب کار است و آنچه در آن است نیز فریب است. نابود شونده است که آنچه بر آن است نیز نابود می شود. جز پرهیزگاری هیچ خیری در اندوخته‌های دیگران نیست. هر که کمتر از آن برد بیشتر از آن در امان میماند و هر که بیشتر از آن بستاند بیشتر به هلاکت میافتد و به زودی از صفحه روزگار زوال میپذیرد.